استارت بزن. بزن. استارت بزن، گاز نده. استارت بزن، گاز نده. میگم استارت بزن، گاز نده. من گاز ندادم که بابا. گاز نه، استارت بزن فقط. بزن. خوبه، استارت بزن، گاز بده. استارت میگم بزن، گاز بده. گاز دادم دیگه. خب استارت و گاز بده. این روشن نمیشه، این باید هول بدی، با هول باید روشن شه. بابا چی کار داریم میکنیم؟ چرا نمیاد؟ اومدیم مشتریا دارن میان دیگه. اومدیم آی سعادتی، ماشین پدرام خراب شده، یه دقیقه من درستش کنم الان میام. ببینم تو میکانیکی؟ نه من که نمیتونم صبر کنم که رستوران تعطیل کنم. اومدیم خیلی، شما بفرمایید ما اومدیم. بیاینا. شما بفرمایید. این چیه دوباره قاطی کرده؟ این چی بابا؟ به هزار بدبختی یه دونه خواستگار پیاده کرده واسه دخترش. خواستگار دیشب رفته دختره رو دیده، پسند نکرده. خب این اول بدبختی مونه که حالا که چیکار کنم عزیزم؟ این ماشین برای تو ماشین بشو نیست. بابا چرا نمیاد؟ اومدیم آیسا، یه دقیقه شما برو تو، با اومدم این ماشین رو بفروش، یه ماشین دیگه بخر. بابا پولم کجا بود قربونت برم؟ تو اقلا برو دختر این سعادتی رو بگیر، شاید به پول پلای رسیدی، بیا ما به ما قرض بده و ماشین بخریم. ببخشید قیمت این چنده؟ 54 میلیون. 5 دنده است؟ نه جانم، اتوماته. اتومات. خیلی خوبه. صندلیاش گرمایش داره اینا؟ فول اتوماتیک. چنجر هم داره اینا؟ نه شرمنده، چنجر نداره. اون یکی رو ببینم من. خواهش میکنم. این چنده؟ 42 میلیون. در ضمن چنجر هم نداره. چنجر نداره. این چنده؟ اونم 69 میلیون. چنجر؟ نداره. من برم اونو ببینم. چنجر؟ قیمت؟ فروشی نیست. خب الان گذاشتی اینجا داری وقت منو میگیری. بی خود جا تعیین میکنه، منم روش مانور میکنم. اینو بذار بیرون قربونت بشم. بفرمایید خواهش من صورت خسته نباشی، من مزاحمتون میشم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید خواهش. شما کارت ندارین به من بدین؟ نه. بفرمایید. من آخه چه جوری پس باهاتون تماس بگیرم؟ من خودم با شما تماس میگیرم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید فدات بشم. بفرمایید قربون شما برم من. سلام علیکم داشت. حال شما چطوره؟ ممنون. خسته نباشین. ممنون. فروشه ماشین؟ آره. چنجرم داره؟ آره. چنجرم داره پس. خب چند قیمت هست؟ 4200. 4200 این ورش که خورده، عقبش هم جمع شده. اگه نمیخورد که زیر 6 تومن بهت نمیدادم بچه جون. داد میزنی، لوازم اضافی چی داره؟ تو خریداری یا ما رو گرفتی؟ بابا من بعد جوری خریدارم، اگه پولم برسه همین امشب میخرم، پولم دست به سرمومه. باید بهم بده. همین پولمو بده و تمومه دیگه. کی پولو میده حالا؟ خب میده بابا، اون الان نداره. از صبح تا مثل اسب میدوه. هیچی 8 گرون 9شه. خب اگه داشته باشه میده دیگه. قوم خیشی هم از به سرمون نمیتونم چیزی بهش بدم. کجا؟ ای بابا
چنده نیست تو اینجا. سلام. خیلی ممنون. 2 تا قارچ، 3 تا سبزیجات. پیتزای قارچ. بله. 2 تا پیتزای قارچ. 3 تا سبزیجات. 3 تا سبزیجات. 2 تا گوشت و پیاز. 2 تا گوشت و پیاز. سیب زمینی، سالاد، نوشابه. 2 تا سیب زمینی، 2 تا سالاد. اجازه بدین سیب زمینی، 2 تا سالاد، 2 تا سالاد. نوشابه. 3 تا نوشابه. 3 تا نوشابه. مرسی. خواهش. 37300 تومان. چقدر؟ 37300. اشتباه نکردیم، من فقط 5 پیتزا خواستم. اجازه بدین یه لحظه من ببینم. معذرت میخوام 13600 تومان. ببخشید من یه لحظه اشتباه کردم. 13600 تومان. آقا ببخشید من یه ترابل 50 مگه به شما ندادم؟ نمیشنوم. من یه ترابل 50 به شما دادم. بله. شما 22000 تومان به من دادید. من حسابم شده 8000 تومان، شما بعد 42000 تومان به من بدید. نه خانم محترم اشتباه میکنید. من یادم هست حسابم هم درسته. من 22 تا هزاری به شما دادم، 10 تا 2000 تومان. نه خیر اصلا 2000 تومان به من ندادید. خانم عزیز 10 تا 2000 تومانی من به شما دادم، 22 تا هزار. آره حساب من دقیق خانم. من کجا کارم دقیقه؟ اینه. همین الان 13 تومن و با من 37000 نه تومن. خانم اون یه لحظه بود من اشتباه کردم. من حسابم دقیق، کارم هم اینه. شما نمیتونید. من 10 تا 2000 بشم. 10 تا خانم عزیز من 10 تا 2000 بهشون شما دیدی. من 10 تا 2000 بهشون دادم. 10 تا 2000. آقا یا پول منو میدی یا داد و بیداد رو میندازم آبروتون. خانم چه کاری حرفیه؟ من حواسم جمع نبود. شما پول منو مال شما فرق میکنه. یه لحظه من اشتباه کردم خانم محترم. من 10 تا 2000 بهشون دادم، 22 تا هزار. شما جیباتون رو نگاه کن. من کارم نه من واسه 20000 تومان میام همچی کاری بکنم آبرو خودم رو خطر بندازم. نمیکنم. شما پول من 13600 تومان شما بده. من برای 20000 تومان که کار میکنم. من تفریحی میام بعد از من بعد از اون بیکار فقط نباشم. سلام عزیزم چطوری؟ این 20 تومانو منو بده. من ماشینمو بعد جایی گذاشتم میخوام برم. برو یه پیتزا بزن. برو بشین یه پیتزا بزن. من میام بعد جایی گذاشتم برو پیتزا بزن. برو یه پیتزا بزن. پول منو بدی پیشم. یه پیتزا جلال یه پیتزا بده. آقا بیشتر نمیتونم وایسم عجله دارم. شما 13600 تومان خیلی خوب. آقا بیشتر تومانو منو بده. میدم. خیلی خوب. امروز بعد پول منو بده. خیلی خوب میدم. خیلی خوب. برو یه دقیقه بشین میگم طلبت تو جلو مشتری که نمیکنن این کارو. میبرن ماشین. آقا پول من اول بدید. خانم من در مورد شما اشتباه نمیکنم. من 10 تا 2000 تومانی شما یه بار دیگه کارم. آقا بیشتر پول منو بده. بگی برو طلبت تو. کجا میبری؟ ایشان چون امروز باید پول منو بدی. نکن زشته خانم. مگه به خاطر 20 تومن پدر منو در آوردی. اجازه بده. صد دفعه رفتم الان به خاطر 20 تومن. شما مگه سفارشتون آقا بشم پول منو بده. اجازه بده. خیلی خوب. خیلی خوب. بیایزم درسته؟ دست شما در نکنه. به سلامت دیگه. ببین از این دفعه مگه موردی اومد بیا مستقیم پیش خود من حلش میکنم. خیلی ممنون. به سلامت. خوش آمدی. آقا شرمنده کردی ما رو. بیژن جان من کاری نکردم. من هر کاری برای تو بکنم کمه. ببین از این دفعه موردی پیش اومد کاری داشتی مستقیم به خودم بگو، خودم برات جبران میکنم. بالاخره تو هم جبران میکنی دیگه. چجوری؟ ببین بالاخره یه جوری باید خانوادگی با هم معاشرت کنیم. یه ذره تو بیای پیش ما، یه ذره ما بیشتر تو رو بشناسیم. ببین من یه بچه دارم هم سن و سال تو. زنده باشه. آره بیژن. ولی آقای سعادتی من قبلا هم گفتم من زیاد خیلی اهل معاشرت و اینا نیستم. نمیای؟ آخر همین برج این 20000 تومنه از حقوقت کم میکنن که تو چیکار کنی بفهمی که داری کجا کار میکنی. بیا برو سر کارت. دفعه دیگه هم از این اشتباه ها بکنی با لگد میندازمت بیرون. بیا برو سر کارت. کارگر درست پسر بی برو اینا سوخت. خودم که نباید به همه این کارو برسم. آقا سروان میدونین این شوهر من خیلی آدم صاف سادگی. یعنی میدونین چه جوریه؟ یه جوری که خیلی سریع به همه اعتماد میکنه. یعنی مثلا شما رو ببینه فکر میکنه شما خیلی آدم خوبی هستین، خیلی زود به شما اعتماد پیدا میکنه. همینجوری بی خودی. من انقدر جوش میکنم برای این کاراش، ولی خب نه که خودش خوبه، مهربونه، فکر میکنه همم لنگ خودشن. برای همینا سری زود کلا میذارن. همین الانه که مغروض شده طلبکار داره. برای چیه فکر میکنین؟ خب برای اینکه سرش کلا
گذاشتن، پولاشو خوردن، یه آبم روش. ولی انقدر این زن بچه دوسته که اصلا نمیذاره آب تو دل ما تکون بخوره، نمیذاره ما تو خونه هیچ کم کسری داشته باشیم. اینقدر این مرد گله، اینقدر آقاست. ببین خواهر من، الان که این طلب این شاکیشو الحمدلله جور کرد، بقیه طلبکاراشم که دیگه الحمدلله تعالی شکایتی نکردن. الان گفتم بیارنش تو، الان که آوردن دستش بگی برد و ببر، نصیحتش کن. بقیه قرضارم جور کنید بدید، این شب عیدی دیگه نمیخوام سر کلاشو اینجا ببینم. ولی من دوست ندارم ولی بچه قنداقی رو به کولم بکشم بردارم بیارم. فقط شما یه آقایی در حق ما میکنی. ببین یه دفعه اینجا که جمعه بود، هیچکی نبود، تعطیل بود، خلوت و اینا، بیارش اینجا، یه چای براش بریز، یه سری بشین باش حرف بزن، خوشش میاد همچین. بعد میز نصیحتش کن، بهش بگو که نمیدونم دوست نداره زنت مثلا تو بری از این اون پول قرض بگیری به خاطر مثلا اونا خودتو درد سر بندازی. من دوست ندارم، والا من میخوام سر به تن هیچکی نباشه، سایه شوهرم بالا سرم باشه. شما فقط این کارو بکن. نه خیر خانم جان، نه خیر، این وظیفه ما نیست. شما به عنوان همسر باید ببریش تو خونه، بشینی باهاش صحبت بکنی، نصیحتش کنی، دیگه سرکلش اینجا پیدا نشه. من بیارمش جمعه اینجا بشینم چای بهش بدم، نصیحتش کنم. نه خیر. کنم دیگه باهاش. خوبی آمارد، خوبی. دست شماست که سرباز. سلام تحریما، دلم تنگ شده بود. خیلی تو خوبی. بچه ها خوبه؟ شکوفه خوبه؟ شکوفه دلش قنج رفته برای بگیرش. خوبه بچه تکون میکنه. حالا میگم تو خوبی؟ تنهاتو فروختی؟ دیگه شکوفه دوستاش بابا شب عیدی خونه باشه دیگه، عیب نداره، قصه نخور. منم دوست دارم شب عیدی دوره هم باشیم. خیلی خوب. من کجا رو انگوش بزنم؟ دیگه دوست ندارم اینجا ببینم تا. نه آزاده، میتونه بره. دست شما درد نکنه، خود عمرتون بده. فقط جمعه یادتون نره. کارم بریم. بریم. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ. مواظب بچه باشی. دست شما درد نکنه. خداحافظ. الو، سلام علیکم خانم خالقی. بله ماشین می‌خواستیم کوچه 8 الان میفرستم خدمت. سلام علیکم. سلام علیکم. رامی به این رسولی بگو ماشینش از در خونه همسایه ور داره بابا. صداشون در میاد. چه ترافیکی؟ معلومه از کجا بودی؟ ترافیک بیرون گیر کردم. زنگ من دیوونه شدم. ترافیک بیا قبضش بده. چه خبر؟ رفته بودی ماشین ببینی؟ تیکه میندازی بهت میگم ترافیک بیرون خیابونا کیپه. الو جانم. بله.